درود بر شما مبارزین ایرانی، به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدین. امروز میخوام یه چیزی رو بگم که واقعا اگه درست باشه همه چیز عوض میشه. منابع موثق میگن که یه خبر مهم از دل نظام درز کرده بیرون، چیزی که خیلیا انتظارشو نداشتن، ولی نشونه آخرین دست و پا زدنای حکومتیه که سالهاست داره با شعار و دروغ و سرکوب سرپا میمونه. میگن خامنه‌ای اون بالا نشسته با همه ادعاهاش، با همه اون نمایش‌ها و شعارهای ایستادگی و مقاومت الکیش، یواشکی به رئیس جمهورش پزشکیان گفته برو قطر رو واسطه کن تا دوباره با غرب مذاکره کنیم. این یعنی چی؟ یعنی کل این سالها که میگفتن ما نیازی به آمریکا نداریم، مرگ بر آمریکا، غرب زده ها وطن فروشن و از این دریوریا همش فین بوده. حالا این قطر کیه؟ یه کشور کوچیک، یه شبه جزیره وسط خلیج فارس که نصف وسعتش هم به اندازه یه استان ایران نیست. حالا چرا نظامی که خودش رو ابرقدرت منطقه میدونه باید بیاد دست به دامن یه همچین کشور کوچیکی بشه؟ این دقیقاً مثل این میمونه که یه غول قد بلند، غول‌دور، سر کوچه عربده بکشه، همه رو بترسونه، ولی شب که میشه بره خونه و یه بچه کوچولوی همسایه بیاد جلوش یه جیغ کوچولو بزنه و اون غوله بره توی خونش قایم بشه. تو رو خدا برو واسطه شو، من میترسم دعوامون بشه. پزشکیان تو برو به قطر بگو واسطه بشه. همین تصور رو ببینید، میفهمین عمق ماجرا کجاست. اون بالاها ترسیدن، اونقدر وضعیت خراب شده که حاضرن غرورشون رو ببازن، التماس کنن و از قطر بخوان که براشون دلالی کنه. حالا این پرسش پیش میاد، چرا الان؟ چرا بعد از این همه سال فحش دادن به غرب، به تحریم، به فشارهای اقتصادی، به آمریکا، به مردم، یه دفعه تصمیم گرفتن که با واسطه بیان دوباره برگردن سر میز مذاکره؟ پاسخش واضحه، چون که از درون دارن میپاشن. اقتصاد در حال فروپاشیه، دلار هر روز داره رکورد جدید میزنه، نارضایتی مردم داره روز به روز بیشتر میشه. بالاخره به یک نقطه انفجاری میرسن دیگه. خامنه‌ای هم خوب میدونه که اگه زودتر بخواد یه راه فرار پیدا کنه باید کل بساطش رو جمع کنه و از ایران بره. پشت پرده قطر دلال طلایی حکومت چیه؟ حالا بیایم یکم دقیق تر نگاه کنیم. چرا قطر؟ چرا نرفتن سراغ روسیه یا چین یا حتی عمان که همیشه نقش واسطه رو بازی میکرده؟ اینجا داستان جالب میشه. قطر سالهاست که تبدیل شده به دلال طلایی حکومت، چه توی فوتبال، چه توی تجارت، چه توی سیاست. جام جهانی رو یادتونه؟ همون موقع میلیاردها دلار از ایران رفت توی جیب پروژه های قطری. بعدش هم کلی از آدمای نزدیک به حکومت اونجا سرمایه گذاری کردن، ویلا خریدن، هتل زدن، شرکت ثبت کردن. یعنی قطر فقط یک کشور همسایه نیست، شده گاو صندوق مخفی آقازاده ها. حالا تصور کنید پولای نفت و گاز ایران به جای اینکه بره برای ساخت و ساز مدرسه و زیرساخت‌ها و بیمارستان و کارخونه، داره میره قطر. داره اونجا شسته میشه، تمیز میشه، برمیگرده توی حسابای مخفی خودشون. و همون قطر، همون دلال مالی، حالا داره دلال سیاسی هم میشه. اینجا یه نکته خیلی مهمه. قطر رابطه فوق‌العاده نزدیکی با آمریکا داره. بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا تو کل خاورمیانه توی قطره. پس چی میشه؟ قطر میشه پل ارتباطی جمهوری اسلامی با آمریکا. یعنی رهبر و اطرافیانش جرأت نداشتن مستقیم با آمریکا حرف بزنن، چون که میترسن بی‌آبرو بشن. پس میگن که باید از قطر بخوایم که واسطه بشه، ما هم قیافه انقلابیمون رو به خودمون میگیریم و معاملمون رو میکنیم. این دقیقاً همون چیزیه که مردم باید بدونن. کل شعارهاشون قلابیه، همش نمایشه برای نگه داشتن قدرت پوشالیشون. همونایی هستن که ادعای استقلال دارن ولی محتاج به یک کشور کوچیکن که براشون پادرمیونی کنه. حالا اینو بذارید کنار. در تاریخ معاصر خودمون حکومت‌هایی بودن که وقتی پول نفت رو میرفتن دانشگاه میساختن، میرفتن راه آهن میساختن، صنعت به پا میکردن، کارخونه میساختن. فرقو ببینید، اینه فرق پهلوی با جمهوری اسلامی.
حالا برسیم به نقش پزشکیان. اون کسی که تازه اومده سر کار و همه میگن که دست نشونده خود رهبره. چرا رهبر این مأموریت رو داده به این دلقک، این ملیجک؟ اینجاست که بوی وحشت رو میشه. رهبر دیگه نه به سردارای سپاهش اعتماد داره، نه به وزرای قدیمی خودش. میدونه که همشون سوختن، پس اومده به یه چهره جدید رو انداخته. کسی که هنوز تبدیل به مهر سوخته نظام نشده. گفته برو قطر رو راضی کن، شاید غرب دوباره بیاد با ما سر میز مذاکره بشینه و یک کمی فشارش رو از روی ما برداره. ولی مشکل اینجاست که این نقشه بیشتر شبیه یه قمار بزرگه، چون که غربی‌ها خوب میدونن که این نظام دیگه پایدار نیست. هر معامله‌ای بکنن روی یه کشتی سوراخ شرط بستن. از اون طرف داخل کشورم دیگه اون ترس قدیمی از حکومت وجود نداره. مردم دیگه از اسم رهبر، از قدرت، از جمهوری اسلامی وحشت نمی کنن. اعتراضات و خشم عمومی هر روز داره پررنگ‌تر میشه. پس این حرکت خامنه‌ای بیشتر از این که نشونه قدرتش باشه، نشونه ترس و ضعفشه. مثل کسی که داره توی دریا غرق میشه و دست میندازه به هر تیکه چوبی که بتونه خودش رو نجات بده، حتی اگه بدون اون چوبم داره میره زیر آب. اینجاست که تحقیر واقعی رخ میده. خامنه‌ای سالهاست خودش رو مقتدر جا زده، قدرت اول خاورمیانه جا زده، ولی حالا باید با واسطه قطر، با همون غربیایی که یک عمر لعنتشون میکرده معامله کنه. این تناقض به مردم نشون میده که پشت اون همه شعار هیچی نیست، همش طبل تو خالی بود. هیچ چیزی به جز ترس و فساد و درموندگی برای خامنه‌ای باقی نموند. بیایید با همدیگه نشونه های پایان جمهوری اسلامی رو بررسی کنیم. برسیم به یه جمع‌بندی نهایی که فقط میخوام یه تیکه از پازل سقوط جمهوری اسلامی رو براتون روشن کنم. وقتی که خامنه‌ای مجبور میشه دست به دامن یک کشور ثالث یعنی قطر بشه، وقتی که رئیس جمهورش میشه پیک سیاسی برای دلالی، این یعنی کشتی قدرت سوراخ شده و این کشتی داره زیر آب فرو میره. بله عزیزای من، تاریخ پر از این نمونه ها. اتحاد جماهیر شوروی رو یادتونه؟ تا لحظه آخر ادعا میکرد که قدرت اول دنیاست، ولی پشت پرده اقتصادش در حال فروپاشی بود. مردمش خسته بودن و یه دفعه فرو ریخت. قذافی هم همینطور. تا آخرین لحظه میگفت من رهبرم، من قدرت دارم، ولی وقتی که پایه‌های اقتصادی و مردمیش نابود شد، یه دفعه سقوط کرد. صدام حسین هم همینطور. اینجا هم دوباره همون اتفاقات تکرار میشه. نشونه های سقوط دیکتاتورها یکی 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 ظاهر میشن و در نهایت با یه تلنگر اون دیکتاتور سقوط میکنه. از دست دادن اعتماد مردم، بحران اقتصادی بی سابقه، التماس پنهانی برای مذاکره و حالا هم استفاده از قطر به عنوان یه دلالی واسطه. این یعنی پایان نزدیکه. حتی اگه چند سال دیگه هم طول بکشه، روند سقوط آغاز شده و مهمتر از همه مردم این بار هوشیارن. دیگه گول شعارهای شما و نمایشاتون رو نمیخورن. آینده هر چی که باشه روشن‌تر از امروزیه که شما برای ما مردم ساختین. چون که ما مردم فهمیدیم که پشت پرده همه این ادعاها و قدرت نمایی ها یه مشت لابی و دلالی و ترس و فساد و درماندگیه. وقتی که این پرده بیفته هیچ قدرتی نمیتونه جلوی موج تغییر رو بگیره. عزیزای من، وقتی که یک رهبر دست به دامن یک دلال دیگه میشه که بیاد با دنیا مذاکره کنه، یعنی اینکه حرف خودش توی جهان خریدار نداره. جهان سرشو بخوره، حرف خودش توی کشور خودش هم بین مردمش خریدار نداره. اینا نشونه های پایان حکومتیه که سال هاست با شعار سرپا مونده، ولی حالا دیگه خودش هم خوب میدونه که داره نفسای آخرشو میکشه. پس مردم شریف ایران، وقت انقلابه، وقت بلند شدن از جامونه. شاید بتونیم به کمک یک رهبر جدید مثل رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی، خودمون رو از این باطلاق نجات بدیم. اگر یک کمکی
برای ما داره فرستاده میشه، مثل حملات اسرائیل به سران سپاه جمهوری اسلامی، اینا رو دست کم نگیریم. ما هم بیایم به اینا کمک کنیم تا جمهوری اسلامی رو بکشیم پایین. شاید راهامون با هم فرق داشته باشه، یکی با حمله، یکی با اعتراض، یکی با شورش، ولی در نهایت هدف یکیه و اون سقوط شخص خامنه‌ای و رژیمشه. پیروز باشید.